ورزش یک اصل در اسلام داره. ما باید ورزش به نیت عبادت بکنیم. جوان قوی، مسلمان قوی در هر حالتی هم برای خودش و هم برای جامعه و هم به خاطر دفاع اسلام مفیدتر تمام میشه. ما تمام جوانای ولایت نیمروز را به ورزش تشویق میکنم. لله الحمد. جوانای ما در سطح ورزش دستاوردهای بسیار خوبی را داره. چند وقت پیشی که در کابل تیمی والیبال ما رفته بود، فوتبال ما رفته بود، الحمدلله بسیار بازی های خوبی را انجام دادن. همچنان یک تیمی که در روزهای قریب به کشور نزدیک ما ایران رفته بود مقام سوم را به دست گرفت. به همه جوانان و ورزشکاران ولایت نیمروز و تبریک عرض میگویم. و آلی که شما تصمیم دارین به سطح زون به ولایت هرات تشریف میبرین، امیدوار هستم که انشالله دستاوردهای خوبی را انشالله داشته باشین. خداوند جل جلاله این خدمات ورزشی شما را به دربار خود قبول به این معنا بگردانه که شما هدفتانی است تا جوانای ما، جوانای تنومند، جوانای قوی تربیه شوه و هر جوان ما که قوی باشه او یک عسکر و یک سپاهی اسلام می باشه و او میتونه که به خاطر دفاع اسلام امیت همیش خود جلوه بیته و خود به دشمنای اسلام به خاطر دفاع اسلام خود نشان بیته. نو انشاءالله در بخش ورزش ما با تمام ورزشکارای ولایت نیمروز همکار هستیم. هر کار و خدمتی که مربوط به ما باشه طبق توانمندی را که ما داریم ما انشاءالله در خدمتتان هستیم.